تشویش هم نداشت. گفتم ما نماینده رئیس جمهور بود و از وزارتی چی میگن مجلس کارهای داخلی رسپولیک تو از کمیته تو خیرات کردن از طرف بردن. گفتم بایشون التماس محمد است که از بالا تنگب بسیار است و بچه ها را بریتی مسجد نبیام تا 16 ساله را کمیته را ما تو چند شما رو کی پیش مرمون کردن؟ سپارش بالاست بود سپارش بالا میده. اون گفتم من آقای بالا فرمان داد از خدا که بنده های منو به مسجد دعوت کن. وقتی که شما از بالا تو میترسه اینجا بودیم من از بالا من میترسم که فقط مو پیش وایدی چی جواب میتین. آقا وظیفه ما بود جوانان رو به مسجد جلب کردن. وظیفه شما بود رادیو داره تلویزیون داره بگو رنگ خودتون با شما هم داره گفتم داملا. من یارو بیگم فتوا برارم رنگ زن کارو من کنم بچه‌ها رو من کنم. اما من گفتم من نمیکنم وظیفه من دعوت کردم. پیغمبر گفت 7 ساله شد بچه‌ها تا نماز خوان کنید 10 ساله شد که مسجد برید. من مسجد جلب شدم. شما بودن که من کردم. اما من این کار نمیکنم. تلویزیون داره رادیو داره. خوب هوایش مختم اما ما وظیفه من کار نیست. تو من مسجد در کار باشه که سخت سر من بیزار من خطیبی توجه. اگه من هرگز این کار نمیکنم. من زمان خدایی که خوجین شما رو خدا شد از من میترسم. این از من چشم امید نکنید. اشتراک داشته آها خیلی نه مجلس رایونی بودم رایونی نه اکم آده میرو مجلسش یا با رفتیم جمع شدیم منم ندادم دیروزو همین بار اول رفتیم یکم بار رئیس پاکم نام شده ما رو فریاد کردن هم مرا رئیس جماعت و مقای اومد حضر نره نمیشه همین مجلس که شده سیوش که یه آدم اکوایون خیست دست یک کاغذ بود تاثیر همین رئیس بود جناب رئیس بود همین نمیشه که همین از آنها را خیلی مرادیان من کنیم چطوری قوقا میکنه هم مجاده همین از آن گفت شما نگاری که من غذام خیست اصلا ویران شد ما تو خود کیه وقت گو کی رئیس تکادی بود تو رو جون داده گردم از بین شد ما دونه اول گو کیه و خیلی نشالی مجلس رایون ما دو اگر تو عروس میشدی من در جواب گفت قبل میگردم عروس میشدی اگر من گذراند وقتی که تو مسلمان یا از پدر و مادر مسلمان شدی گفتم حیف هم پدر و مادری که تو رو مسلمان تربیت کرده که از کلمه الله اکبر بلند برآمده تو میترسید خواهشمون خواهید نخواهید گفت این منصباتان این حکومتاتان روز به خاک یکسان میشه شما پیش خدا میرید امروز در کریم گفتم از کلیساشون شما از آواز اذان تا میترسید جنگ شما رئیس میگه این دولت قانون داره من قانون وقتی که قانون دولت خلاف کرونا ما قانون قبول نداریم دیدم را بالا گفتم رو قانون میدن جنگ شد دو مسلمان از اذان ترس است. آیا میگم به آواز اذان است که فیض برکت در اینجا است. و الا گفتم اذان که تمام شد دانه که عذاب خدا بالا تنده میبینم. خاطر کجا بود. نه نشانی مدرسه به کار میرم گفتم نه خودینی بالا گید.